عالم در ایران زندگی میکنه، فقط در یک مجلسی شریک میسازه، تو از اینجا فتوای کفر شروان میکنی. عالم در ترکیه گپ میزنه، در مصر گپ میزنه، در لیبیا گپ میزنه، در سوریه گپ میزنه، در عراق گپ میزنه، تو از اینجا فتوای شروان میکنی. تو از حالت او عالم خبر داری، از شرایط او عالم خبر داری، از وضعیت او عالم خبر داری، از محول عالم خبر داری. خب متوجه باشید که امروز صفحات اجتماعی ما به کدام سرحد رسیده و چه تبادله میشه. حکم علیه عالم کردن میکنی. رسول الله این العلماء ورثة الانبیاء میگه در عرض علما تحقیر کردن، بیادبی کردن، در آبروی رسول الله بیادبی کردن است.